سلام، خوش آمدید به بخش دوم صحبتی که چندی پیش شروع کردیم درباره ماوراءالنهر و تاریخ آن. در صحبت گذشته از اوضاع و احوال ماوراءالنهر، از تحولات سیاسی و اجتماعی این منطقه تا ظهور اسلام سخن گفته بودیم. در این صحبت می‌خواهیم از نخستین حمله‌های لشکریان عربی اسلامی به خاورمیانه تا حاکمیت کامل اسلامی عربی بر این منطقه سخن بگوییم. عرب‌ها ابتدا ایران را تصرف کردند و دیرتر از راه خراسان به آن سوی آمودریا، یعنی ازبکستان و تاجیکستان و همچنین خوارزم، در بخشی از آن در ترکمنستان و بخشی در ازبکستان کنونی حمله ور شدند. عرب‌ها 10 سال پس از نبرد نهاوند در سال 642 میلادی و پیروزی بر ایران، امپراتوری ایران ساسانی که در اون وقت دومین امپراتوری بزرگ جهان بود در کنار بیزانس و یا روم شرقی، به آمودریا رسیده بودند عرب‌ها. مرکز خراسان اون وقت مرو بود. مرو امروزه در ترکمنستان است. در سال 651 مرکز خراسان مرو سقوط کرده بود، به دست عرب‌ها افتاده بود. اما تا تسخیر آن سوی آمودریا، یعنی ماوراءالنهر امروزه ازبکستان و یا تاجیکستان، دست کم 50 سال و تا تسخیر بخشی از دشت‌های اروپا آسیا، یعنی قزاقستان و قرقیزستان کنونی، در سال 751 حدوداً 100 سال مانده بود. تصور کنید که امپراتوری بزرگ ایران در 10 سال تصرف شد از طرف عرب‌ها، ولی تصرف تسخیر ماوراءالنهر به مراتب کوچکتر 100 سال طول کشید. امروزه سرزمین‌های ازبکستان شاید چندان نه، ولی قزاقستان، قرقیزستان جزو حاشیه کشورها و سرزمین‌های حاشیه اسلام در اوراسیا، در اروپا آسیا محسوب می‌شود. تسخیر امپراتوری پهناور و قدرتمند ساسانی برای اعراب بیش از 10 سال طول نکشید، اما تقریباً 50 سال طول کشید تا عرب‌ها کنترل نسبتاً کامل خودشان را بر ماوراءالنهر برقرار کنند. از دو جانب جنوب و شمال آمودریا و سیردریا و در میان آن دو رودخانه، رود زرافشان و دیگر رودهای کوچکتر، ماوراءالنهر را برای کشاورزی پربرکت نموده بود و برای تجارت و به ویژه تجارت ابریشم میان چین و ایران، مردم این منطقه تاجر، مرفه و هوشیار، زیرک بار آمده بودند. ماوراءالنهر اگرچه به مراتب کوچکتر از ایران بود، ایران ساسانی بود، اما از بسیاری جهتها از ایران ساسانی فرق میکرد. جنگجویان و فرماندهان عرب مدتها در مرو مستقر بودند و تنها برای غارت، غنیمت جنگی و گرفتن باج و یا اسیر از آمودریا میگذشتند، به ماوراءالنهر حمله میکردند و بعد به خراسان باز میگشتند. در ابتدا، در آغاز، این به اصطلاح این نقل قول هست، این نخستین فتح‌ها، این نخستین پیروزی‌های عرب‌ها چیزی بیشتر از تهاجم‌های غارتگرانه در سطحی گسترده نبوده است. این را آقای گیب از نخستین دانشمندان غربی میگوید در کتاب خودش درباره فتح‌ها و تسخیرهای حمله‌ها و پیروزی‌های عرب‌ها در ابتدای اسلام. در ضمن بسیاری شنوندگان و خوانندگان مقاله های ما پرسیدن درباره منابع نقل قول‌ها، اقتباس‌هایی که ما میگوییم. اگر دقت کنید این در متن مقاله ها
گفته شده است در آخر هر مقاله، هر فصل، لیست سیاهی و یا روی خط فهرست منبع هایی که استفاده شده است با صحیفه هاشون گفته شده است. این ابتدا آغاز که گفته شد اساساً با غارت ماوراءالنهر و گرفتن باج و غنیمت و اسیر از مردم این سرزمین گذشت. نزدیک به 40-50 سال این دوره مرحله ادامه پیدا کرد. در این مدت حضور نظامی اعراب در خراسان اساساً محدود به یک پادگان، به یک مرکز نظامی در مرو خراسان بود، اما حاکمان یعنی فرمانداران خلیفه، نمایندگان خلیفه، هر سال لشکریانی برای هجوم و غارت نواحی شرقی ایران، ماوراءالنهر مثلا و یا خراسان، به این منطقه میفرستادن. از عراق میفرستادن، از بغداد، از اون وقت هنوز زمان امویان بود، از دمشق، شام، ولی بعداً در زمان عباسیان از بغداد. این اطلاعات در اثر آقای کندی در فتوحات و یا پیروزی های بزرگ اعراب در ابتدای اسلام به تفصیل گفته می شود. میتونید در لیست منابع که برای این مقاله استفاده کردیم، برای این سخنرانی نگاه کنید، پیدا کنید. شاید یک دلیل مهم در تأخیر فتح ماوراءالنهر که 50 سال فقط حمله غارت، 50 سال دیگر به تدریج نفوذ و حاکمیت رخ داد، در این بود که حتی پیش از آمدن عربها، ماوراءالنهر نه خودش صاحب دولت واحد و قدرتمندی بود و نه تابع ایران و یا دولت بزرگ و مهم دیگری بود. خب البته در نزدیکی فقط در شمال دولت مقتدر و بزرگ چین بود، در غرب، جنوب غربیش هم دولت ایران بود، در وسط در دشت‌ها قبیله های ترک بودند. مردم بومی ماوراءالنهر اکثرا ایرانی زبان و ایرانی تبار بودند، سغدی بودند، خوارزمی بودند، بلخی بودند، اما تابع دولت ایران مستقیما نبودند. شاید اینو در گذشته بحث کردیم، شاید اشراف و فرمانداران و یا پادشاهان و شاهزادگان سغد و یا خوارزم باج خراجی به دولت ایران و یا بعضا اینو دقیق نمیدانیم به چین میپرداختن، اما مستقیما هیچ وقت تابع و خراج پرداز و یا گماشته دولت‌های خارجی نبودند. ماوراءالنهر دولتی مرکزی و یعنی قدرتمند نداشت خودش و طبیعتاً ارتشی هم در میان نبود که از کل ماوراءالنهر در مقابل عرب‌ها دفاع کنند. اما به ویژه حضور جنگجویان تیرانداز، بیباک و بیرحم ترک که اکثر اونها طوری که گفتیم از سرزمین‌های شمال به ماوراءالنهر حمله می‌کردند و همچون دسته‌های مختلف و منفرد در ناحیه‌های گوناگون عمل می‌نمودند، از فرق‌های مهم میان ایران و ماوراءالنهر بود زمانی که اینها با حمله‌های عرب‌ها روبرو شدند. اشراف و شخصیت‌های با نفوذ بومی و ایرانی تبار نیز اغلب وقتی که در تنگنای حمله‌های عرب‌ها قرار می‌گرفتند، جنگجویان ترک را به دفاع از شهرها و موضعهای خودشون دعوت می‌نمودند، چون که خودشون قدرت نظامی نداشتن، ارتش نداشتن. طبیعی است که خب این اقدامات نگهبانی و جنگجویی ترک‌ها نیز بی پاداش نبود، بی چشم داشت نبود. ترک‌ها به تدریج از این فرصت استفاده کرده نفوذ و قدرت خودشان را در منطقه مستحکم می‌کردند و همچنین به تدریج در ماوراءالنهر یک جانشین می‌شدند، یعنی زندگی قبیله‌ای دشت‌ها رو، زندگی کوچنشینیشون رو رها کرده یک جانشین می‌شدند.
بنابراین یعنی در شهرهای ماوراءالنهر به تدریج تعداد ترک‌ها زیادتر میشد. باسفورس یکی دیگر از محققان و پژوهشگران غربی که مخصوصا در زمینه تأثیر و نفوذ دوره بیشتر غزنویان، قراخانیان، سلجوقیان متخصص و به خصوص ترک‌های قبیله های ترک دشت‌های آسیا میانه متخصص است، می نویسد که با در نظر گرفتن این نقل قول است پراکندگی سیاسی حاکمیت در ماوراءالنهر و وجود دولت شهرها و شاهزاده نشین‌های کوچک در این منطقه و در دوره پیش از سلسله سامانیان به راحتی میتوان تصور نمود که بسیاری از این جنگجویان حرفه‌ای ترک اغلب سربازان مزدوری بودند که از استپ‌ها یعنی از دشت‌های شمال آمده در خدمت فرمانداران و اشراف محلی سغد قرار گرفته بودند. آقای باسفورس میگوید طبیعتاً عوامل چندی در میان خود اعراب مهاجم هم موجود بود که پیشرفت آنها را به آن سوی آمودریا کندتر، آهسته‌تر میکرد. دوری ماوراءالنهر از سرزمین اصلی عرب‌ها یعنی سوریه و عراق، حجاز طبیعتاً، به اصطلاح سیر شدن و خستگی قبایل عرب که برای تهاجم به چارسوی امپراتوری نوپای اسلامی اعزام می شدن و یا داوطلب این کار می گشتن، کشاکش و حتی گاه جنگ میان این قبیله های مهاجم و همچنین کاهش شانس غنیمت های جنگی نیز احتمالاً نقش قابل توجهی در تحولات خراسان و ماوراءالنهر داشتند. پروفسور بارتولد می نویسد شکی نیست که انگیزه اصلی فاتحین عرب آرزوی به دست آوردن غنیمت و شهرت بوده و دین برای آنان همانقدر کم اهمیت بوده که برای مدافعین بومی این سرزمین ها، یعنی مثلا برای سغدی ها و یا خوارزمی ها و یا بلخی ها. در توضیح دیگری آقای بارتولد آهستگی فتح ماوراءالنهر را به دو عامل مربوط می شمارد. اولا خود اعراب میگوید برای مدتی طولانی با غنایم جنگی و اخذ باج و خراج از کافران به اصطلاح یعنی از مردم ماوراءالنهر راضی بودن و به همینم قناعت میکردن، از اون شکایتی نداشتن و به همین جهت برنامه فتح کامل این سرزمین را هم در نظر نداشتن و ثانیاً موانع طبیعی این سرزمین بود که مانع از سرعت فتح آن، تسخیر آن میشد. اکثر مورخین نظر مشابهی دارند برای دور نخست، برای دوره نخستین حمله های عرب. برای نخستین بار سردار عرب به نام ربیع ابن زیاد الحارثی که هم در دوره خلفای خلیفه های راشدین و هم در دوره امویان در فتوحات در تسخیرهای پیروزیهای اعراب شرکت کرده بود، پس از فتح بسیار پرکشتار سیستان، ولایت سیستان در ایران، در زمان خلافت عمر، خلیفه عمر، حاکم خراسان گردید و به تهاجم‌های ظاهراً برنامه ریزی شده تری برای تحکیم قدرت عربی اسلامی در خراسان و گسترش آن به ماوراءالنهر شروع نمود. او از جمله چند نقطه مهم این سوی آمودریا و آن سوی آمودریا و به روایتی حتی خوارزم را تسخیر کرد و با این ترتیب دست کم موقتاً قادر به تحکیم نسبی حاکمیت اعراب به منطقه مرزی و حتی آن سوی رودخانه آمودریا شد. ربیع حارثی به طور همزمان سیاست منظمتری برای افزایش تعداد عربها در خراسان را در پیش گرفت و از جمله به منظور کنترل بهتر خراسان 50,000 جنگجوی عرب را همراه با خانواده هایشان از بصره و کوفه آورده در خراسان مستقر نمود. این اسکان مطابق با روش معمول وقت میان عربها انجام گرفت و این عده در 5 شهری که پادگان‌های نظامی عرب‌ها در آنجا بودند اسکان یافتند.
این اقدام هدفی دوگانه داشت: تضمین تسخیرها و پیروزی‌های عرب‌ها که به دست آمده بود و تأمین نیروی انسانی برای گسترش بیشتر فتوحات و پیروزی‌ها. به نظر کندی از احتمال دور نیست که تعداد اعرابی که به مرو و دیگر شهرهای کوچک خراسان آن دوره کوچ کردند بیشتر از تعداد عرب‌هایی بوده باشد که به کل ایران آمده بودند. به گفته کندی آنها تشنه ثروت و آکنده از حرص و ولع بودند. هسته اصلی لشکریان اسلام را هم که قرار بود به ماوراءالنهر حمله ور شوند همین اعراب تشکیل میدادند. به گفته کندی مقاومت پادشاهان محلی کوچک و بزرگ، سغدی، خوارزمی و غیره، فرمانداران و شخصیت‌های ایرانی تبار ماوراءالنهر و حمله‌های قبیله‌های ترک چندین سال عرب‌ها را از تسلط کامل بر این منطقه محروم نمود، تا اینکه سیاست‌های خلیفه‌های عرب به ویژه بعدها با روی کار آمدن عباسیان، یک خلیفه، یک تبار دیگری از عرب‌ها به جای امویان، نرمتر و فراگیرتر شد و از جمله پس از کشاکش‌های بسیار اصولی، سیاسی و حتی دینی، نومسلمانان به تدریج از پرداخت جزیه و خراج اضافی و خطر اسیر گرفته شدن که پیوسته غیر مسلمانان و حتی نومسلمانان را تهدید می نمود معاف شدند. طوری که می دانیم علل اصول، منطقاً و اصولاً لشکریان اسلام مسلمانان را اسیر نمی گرفتند و از طرف دیگر برای کسانی که مسلمان نبودند و یا نشدند، مثلا برای مسیحی‌ها و یا برای زردشتی‌ها و بودایی‌ها، خراج و مالیات اضافی گذاشته میشد، از آنها طلب میشد که به اون جزیه میگفتند. نام این در مخصوصا در اوایل اسلام جزیه بود. جنگ‌های داخلی اون وقت در میان قبایل عرب، شورش‌های ضد خلافت امویان در اواخر امویان و خودسری‌های برخی از حاکمین عرب در خراسان و ماوراءالنهر و در برخی ولایت‌های دیگر این امپراتوری در اوایل سال‌های 700 میلادی سرتاسر امپراتوری عرب اموی را در بر گرفته بود. این هم به یکی از دلیل‌های اصلی کندی پیشروی لشکریان اموی در ماوراءالنهر تبدیل شده بود. در این شرایط مناسب برای سرپیچی از حاکمان عرب، پادشاهان محلی ماوراءالنهر مانند ترخون سمرقند و حاکمان بومی شهرهای دیگر مانند بخارا و خوارزم مستقل‌تر و بی‌پرواتر از گذشته گشتند و حتی به امید کمک و مداخله چین در مقابل دستاندازی امویان سفیرانی به پکینگ فرستادند. اما اگرچه چین تلویحاً پنهان به صورت غیر مستقیم برای خود حق حاکمیتی بر آسیای میانه قائل بود، این کوشش‌های پادشاهان محلی و ماوراءالنهر نتیجه‌ای ندادند. با اعزام قتیبه ابن مسلم الباهانی از قبیله باهانی اعراب به عنوان حاکم و یا ولایتدار جدید خراسان و مشرق، اون حالت رکود در گسترش حاکمیت اسلامی عربی موقتاً دگرگون گشت. قتیبه 10 سال میان سالهای 705 میلادی تا 715 میلادی بر این مناطق شرقی حکم راند. در این مدت حاکمیت عربی در بخش بزرگی از ماوراءالنهر مستقر شد. اما این گسترش حاکمیت با تبلیغات دینی به دست نیامد، بلکه با خونریزی و قساوتی بیمانند که در تاریخ ثبت شده حاصل گشت که مردم این سرزمین از هیچ حاکم عرب دیگری چنین بیرحمی و قساوت ندیده بود. قتیبه پیکند
یعنی شهر تاجران سغدی در نزدیکی بخارا را که امروز در ازبکستان کنونی قرار دارد و خود شهر بخارا را در سالهای 706 تا 709 میلادی تصرف نمود، تسخیر کرد، شهر را غارت نمود، مردمش را اسیر گرفت. او در جریان تسخیر پیکند تمام محافظین و مدافعین شهر را به قتل رسانید و نزدیک به همه زنان و کودکان را اسیر گرفت. قتیبه سمرقند را 4 سال در زیر محاصره نگه داشت و وقتی وارد شهر شد به قولی و روایتی که در آقای استار در کتابش نوشته 9,000 نفر را اسیر گرفت. یکی از فرماندهان قتیبه همه سربازان یک محله مغلوب را به صلیب کشید و فرمانده دیگرش همه جنگجویان طرف مغلوب را لخت و عریان کرده به مرگ رها نمود، طبق گفته آقای ریچارد فرای به نقل از تاریخ‌های دوره اسلامی آغازین در این قرنها. یکی از ولایتداران عرب در خراسان وضع کلی آن سالها و رفتار لشکریان عرب را چنین خلاصه نمود که گفته بود تنها با شمشیر و شلاق است که میتوان بر این سرزمین، یعنی بر ماوراءالنهر، حکومت کرد. این به گفته آقای بارتولد که نقل میکند از تاریخ طبری. مورخین عرب فتح پیگند را البته نه همچون فاجعه انسانی بلکه به عنوان منبع غارت و کسب ثروت به ثبت رسانیدند. یک اسیر پیکندی کوشش کرد با پرداخت 5,000 پارچه ابریشم چینی به قیمت 1,000,000 درهم آزادی خودش را باز خرید کند. عرب‌ها در یک معبد بودایی که بتخانه می‌نامیدند مجسمه‌ای نقره‌ای به وزن 4,000 درهم و غنیمت‌های دیگری از قبیل 2 مروارید یافتند که هر کدام به قولی به روایتی به اندازه تخم یک کبوتر بود. قتیبه مرواریدها را به عنوان تحفه به رئیس خودش حجاج ابن یوسف والی حجاز و عراق فرستاد. بخش بزرگی از غنیمت نقره نیز ذوب شد، آب شد و به صورت سکه درآمد تا به صورت پاداش میان جنگجویان عرب تقسیم شود، به گفته و نوشته آقای کندی به نقل از طبری. بعد از این هجوم و تصرف پیکند دیگر پیکند اون شهری نماند که قبلا بود. قتیبه در راه گسترش خلافت اموی هم از قساوت کار گرفت و هم از دشمنی و کشاکش میان پادشاهان محلی زیرکانه به سود خودش استفاده کرد، تا جایی که مثلا در سال 705 میلادی فرمان روا و یا چغان خدای یک ناحیه چغانیان یعنی سرخندریا و ترمز در ازبکستان، تاجیکستان و افغانستان کنونی از چغان خدای دیگری به قتیبه شکایت میبرد و قتیبه اختلاف 2 فرمان روای محلی را در نهایت به نفع خودش حل میکند. در نمونه دیگر قتیبه در سال 712 میلادی برای حمایت از خوارزمشاه در مقابل برادرش خرزاد و دهقانها یعنی اشراف روستایی و ایرانی تبار محل به خوارزم حمله کرد و خوارزم را ویران نمود. در همان سال قتیبه به سمرقند هجوم برد و در این تهاجم از بخاراییان و خوارزمیان استفاده نمود و از آنها کمک گرفت تا سمرقند رو ویران کند، تا جایی که اخشید یعنی پادشاه سغد به نام غورک به قتیبه اعتراض کرده، گفت که این فرمانده عرب تنها با کمک برادران و همقومان ماوراءالنهری به دشمن است که در حال کسب پیروزی است. یعنی این هم با همقومان سمرقند، مردم سمرقند، از اونها کمک میگیرد تا اینکه بر مردم سمرقند پیروز شود. در اواخر سال 712 میلادی که قتیبه حاکم خراسان و ماوراءالنهر بود، گروهی از قبایل ترک به نام تورگش
با دعوت مردم بومی و سغدی سمرقند این شهر را اشغال کردند تا مانع ورود عرب‌ها به این مهمترین شهر و ثروتمندترین شهر ماوراءالنهر شوند، چون که خود مردم بومی سمرقند نیروی نظامی نداشتند. اما در سال 713 میلادی قتیبه ترک‌ها را مجبور به ترک سمرقند نمود. ترک‌ها حتی نتوانستند از پیشروی عرب‌ها به چاچ یعنی تاشکند کنونی که عرب شاش میگفتند و فرغانه یعنی در میان ازبکستان، تاجیکستان و کرغیزستان کنونی پیشگیری کنند. با وجود پیروزی‌های بزرگ قتیبه که همچون قائد الاسلام و فاتح ماوراءالنهر معروف شده بود و هنوز معروف است در تاریخ‌های اسلامی، و با وجود غنیمت‌های فراوانی که قتیبه از فتح و غارت این سرزمین ثروتمند نصیب عرب‌ها نمود و به دمشق فرستاد، خود قتیبه شخصا نتوانست بهره چندانی از این فتوحات، از این تسخیرها و از این غنیمت‌ها ببرد. در سال 715 میلادی قتیبه کوشش نمود تا شورشی بر ضد خلیفه اموی سلیمان برپا کند، اما همه اطرافیانش شوریده قتیبه را به قتل رسانیدند. قبر قتیبه امروزه در نزدیکی شهر اندیجان در ولایت فرغانه ازبکستان قرار دارد. بیش از 50 سال از تصرف خراسان به دست اعراب می‌گذشت، اما آنها هنوز نتوانسته بودند ماوراءالنهر را تسخیر کنند. اردوگاه‌های نظامی عرب‌ها پیوسته زیر خطر حمله ترکان تیرانداز قرار داشت. هرگاه عرب‌ها از مقر خودشان به سوی خراسان عقب نشینی می‌کردند، مردم و شاهان بومی و محلی ماوراءالنهر از اطاعت عرب‌ها و پرداخت باج و خراج سرپیچی می‌کردند. اکثر آنها هنوز پیرو دین و مذهب خود یعنی آیین‌های زرتشت و یا بودا بودند. ترک‌ها هنوز همچنان شامان باور بودند و با وجود حمله‌های پی در پی عرب‌ها تنها تعداد کمی از مردم حاضر شده بود دین جدید اسلام را بپذیرد و با عقب نشینی عرب‌ها به دین اصلی خود برنگردد، تا جایی که وقتی عرب‌ها برمیگشتند عقب نشینی می‌کردند، هر کس به دین اصلی خود یعنی اکثریت به دین اصلی قبلی خود برمیگشت. در این شرایط آیا مردم بومی ماوراءالنهر می توانستند چشم انتظار یاری ترک‌های مسلح شوند؟ در این صحبت تاکنون 50 سال نخست حمله های عرب و حاکمیت نسبی عرب‌ها را بر ماوراءالنهر توضیح دادیم. در صحبت بعدی و سوم این سلسله گفتار درباره تسخیر نهایی کامل این منطقه ماوراءالنهر از سوی عرب‌ها و شامل شدن این منطقه به خلافت اسلامی عباسیان سخن خواهیم گفت. متشکرم.